سلام، کاکاخانی هستم، مدرس شیمی کنکور و امتحانات نهایی. با حل سوال خود را بیازمایید. نمودار زیر توزیع جمعیت جهان را بر اساس امید به زندگی در دوره‌های زمانی گوناگون نشان میدهد. خب سوال الف این شکل رو داره به ما میده. سالهای مختلف این پایین آورده شده و این رنگ بندیایی که میبینید از قسمت سمت راست اگر نگاه کنید این امید به زندگی در این سالها نشون میده. مثلا فرض مثال رنگ قرمز رنگ امید به زندگی زیر 40 سال رو نشون میده، رنگ آبی امید به زندگی 40 تا 50 سال رو نشون میده. خب بریم سراغ حل سوالات. با توجه به نمودار جدول زیر را برای گستره سنی 40 تا 50 سالگی کامل کنید. خب 40 تا 50 سالگی من اول میام نگاه میکنم 40 تا 50 سالگی اینجاست بچه. چه رنگی؟ رنگش آبی رنگی. من باید بیام آبی رنگ رو تو این سالها که از من خواسته دورهای زمانی مختلف پیدا کنم. اولین سالی که از من خواسته 1330 تا 1335 بود. خب 1330 تا 1335 میشه این قسمت، حدوداً از اینجاست تا اینجا، این بخش آبی رنگش میشه. یه چیزی حدودی از ما خواسته، حدوداً میشه مثلا از 30 سالگی تا 60 سالگی، 30% تا 60%، که 60 منهای 30 درصد جمعیت اون موقع هلوش 30% 40 تا 50 سالگی بوده. قسمت بعدی 1365 تا 70 نگاه میکنیم روی نمودار، توی بخش نمودار بخش پایینی خط افقی 65 تا 70 اینجاست، دنبال بخش آبی رنگش میره. یه گستره خیلی کوچیک‌تری شده، حدوداً مقدارش من بیام اینجا بسنجم یه چیزی هولوش کمتر از 10، تقریباً 7% درصدی بچه، حدوداً تقریبی، حالا 7 بگی 8 بگی هیچ ایرادی نداره. و در سال 95 اینجا بخش آبی خیلی کوچیک شده، همونجور که داریم میبینیم خیلی کوچیک شده، چیزی هولوش 1%. خب من یه لحظه بیام نمودار رو براتون توضیح بدم. این نمودار چی داره به ما میگه؟ اگر دقت کرده باشین سمت چپ نمودار داره درصد جمعیت رو نشون میده، قسمت پایین داره دورهای زمانی رو نشون میده، رنگ بندی هم سال نشون میده. سال چی رو داره به ما نشون میده؟ سال امید به زندگی توی جمعیت‌های مختلف. مثلا امید به زندگی قرمز رنگ زیر 40 سال بود، زرد رنگ امید به زندگی بیشتر از 80 ساله. همونجور که تو سالهای سمت چپ اول نمودار نگاه کنیم، سالهای 1330 تا 35 میبینیم امید به زندگی بیشتر رنگ آبی و قرمز داشته، حدوداً 40 تا 50 سال، و خیلی ما مثلا رنگ‌هایی مثل نارنج و زرد رو خیلی کم می‌بینیم، مثلا زرد رو نمی‌بینیم، یعنی امید به زندگی کم بوده سال 1330. هر چی رو به جلوتر رفتیم اگر دقت کنیم از رنگ آبی کمتر شده، یعنی قرمز که کلا دیگه محو میشه، رنگ آبی هم کوچیک‌تر میشه، چون امید به زندگی داره میره بالاتر. امید به زندگی افزایش پیدا کرده، بخش بنفش رنگ مقدارش بیشتر شده، نارنجی خیلی افزایش پیدا کرده، و حتی ما داریم توی سالهای این بخش‌های آخر داریم امید به زندگی زرد رنگ داره مشخص میشه، یعنی بالای 80 سال. خب سوالی که دیگه از ما قسمت بپرسه در دوره زمانی 45 تا 50 امید به زندگی برای بیشتر مردم حدود چند سال است؟ خب 45 تا 50 رو اگر بریم نگاه کنیم میشه این، من با سبز نشون بدم، میشه این قسمت 45 تا 50. اگر نگاه کنید رنگ عمومی هم که داره بیشتر مقداری که داره سبز رنگه. خب چون سبز رنگه، سبز بچه مال 50 تا 60 سال بود، میگه بودن مال چند سال هست؟ 50 تا 60 سال. قسمت پ در دوره زمانی 1370 تا 75 امید به زندگی برای بیشتر مردم. خب 70 تا 75 رو بیاریم این قسمت میشه. بیشتر رنگی که داره بنفش رنگه، اینجاست داریم میبینیم بیشتر رنگی که میبینیم بنفش رنگه. خب بنفش رنگ چه رنگی بود؟ 60 تا 70 بود، 60 تا 70 سال. بخش ت رو اگر نگاه کنید با گذشت زمان امید به زندگی در سطح جهان افزایش یافته است یا کاهش یافته است. خب ما اینو چطوری باید تعیین کنیم؟ قطعاً بچه چی شده بود؟ نمودار رو با هم تحلیل کردیم، داره زرد هم حتی داره نمایان میشه و داره افزایش پیدا میکنه. قبلا شاید امید به زندگی حدود کمتر از 40 تا 50 سال بود، الان میبینیم تو سال مثلا 90 95 بیشتر رنگش نارنجی شده، یعنی چیز هولوش 70 تا 80 سال. پس کاهش یافته یا افزایش یافته؟ افزایش یافته. نشه توضیح بدیم، میگیم افزایش یافته است، زیرا توضیح خواسته، زیرا به دلیل افزایش سطح آگاهی، سلامت جامعه، سلامت محیط زیست،
پاکیزگی و نوع تغذیه حالا و غیره امید به زندگی افزایش یافته است. سه یکی از مباحثی که داریم تو این فصل می‌خونیم میگه صابون هاست، پاکیزگی، یکی اینکه افزایش سلامتی در جامعه و به خصوص پاکیزگی، نوع تغذیه که داشتیم باعث شده امید به زندگی بیشتر بشه. بخش 3 امروز امید به زندگی برای بیشتر مردم جهان در حدود چند سال است. آخرین چیزی که اطلاعات داده که داریم مال سال 95 حدود بچا گفتیم بیشترین بخشی که رنگی داره نارنجی رنگه، پس حدود 70 تا 80 سال. 70 تا 80 سال. این از سوال اول.